ترجیح میدی با کسی بری دیت بیرون؟ یادم رفت بگم که خیلی از این سوالا روابطیه. میدونم که من و تو الان یه 10 ساله با همیم، ولی خب باید از یک کفش دیگری باید کنیم. انگار آره فکر منم دیت اول با منی باز، ولی خب آره. ترجیح میدی با کسی بری دیت بیرون که همیشه ازت درخواست داشته باشه، یعنی همش ازت مثلا یه چیزی بخواد و در عوض هیچی به تو نده، یا همیشه گوشیشو خیلی مخفی نگه داره ازت، از این گلست‌ها داره که تیرم هست که نتونی و من همش ازت درخواستایی دارم به تو نمیدم، ولی مثلا گوشی‌ها اینجوری مثلا داری مثلا با هم حرف میزنی اینجوری میکنم، نه اینجوری مثلا رخمو ببین میخوام پاس چیز کنم مثلا رول پلی کنم. کلا یعنی یه چیزی داره قایم میکنه کسی که نمیخواد خیلی گوشیشو نشون بده دیگه. فکر میکنم ترجیح میدم گوشیشو قایم کنه ازم. من برعکس تو اوکی بودم کاملا همش یه طرف از من چیزی بخواد. الان تو زندگی همینم، خب همش میدم، فقط این منظورم این که من آدم بخشنده ایم. گوشایش داری خیلی گوشایشم توقع ندارم. کلا به نظر من تو زندگی توقعش هر چقدر پایین‌تر باشه خیلی رو زندگی راحت‌تری خواهد داشت. واقعا